آقا به ما یه رفیقی زنگ زد. دیروز تو اینستاگرام داشتم میچرخیدم و اینا، بعد داشتم همینجوری استوری رفیقامو نگاه می‌کردم. من بچه محله‌ام نوشهر. استوری رفیقامو نگاه کردم، دیدم عکس یکی از رفیقای منو گذاشته، زده که داداش امیدوارم زود خوب بشی فلان و اینا. زنگ زدم بهش گفتم فلان این چی گذاشتی؟ گفت خبر نداری چی شد؟ گفتم نه چی شده؟ این چرا عکس اینو گذاشتی؟ من که داشتم میومدم آمریکا از تهران که اوضاع من چخماخی شده بود، اومده بودم نوشهر، برگشته بودم نوشهر میرفتیم لب دریا تخته بازی. اینو گوش بکنین تجربه بشه براتون که ببینید چقدر خارکسته بازی تو این دنیا هست. ای خدا الان که دارم با شما صحبت میکنم این برادر من تو سردخونه نوشهر همین الان هنوز دفنش نکردن. خب گوش بدین ببینین چه بلایی بر سر آدم میتونه آدمای خارکسته بیارن. ما اوضاع ما که خراب شد برگشتیم نوشهر و بعدم میرفتیم صبح ساعت 9 صبح بیدار میشدیم میرفتیم نوشهر. یه جایی بود به اسم کپورچال چی بود؟ کپورچال قایق موتوری اجاره میدادن و قلیان میکشیدن و تخته میزدن و اینا. مسئول اون قلیانی رفیق من بود، آقای فرهاد نویزاده که الان به رحمت خدا رفته. یه مرد 46 7 ساله پرغرور خوشتیپ. کار این آقا بود ماهیگیری و قایق موتوری اجاره دادن، یعنی راننده قایق موتوری بود. خلاصه میزنه و تعقیب توخی میخوره و پولش جمع میکنه و خلاصه اون قلیونی همه نوشهر بچهای نوشهر میرن اونجا ساپورتش میکنن و خودش هم بچه خوبی بود و اوضاع مالیش بهتر میشه. اون موقع ماکسیما میخره و بعد یک قرون پول برای کسی خرج نمیکرد، ولی برای من نهار، صبحانه، شام، بیا دنبال منو ببر، منو بیار، مسابقه کشتی مثلا تو شهسوار بریم اونجا علیرضا حیدری هست باش عکس بگیریم. صحبت کی 15 سال پیش. بعد یه روز برگشتم بهش گفتم، یه روز نشسته بودیم داشتیم قلیون میکشیدیم دو نفری لب دریای نوشهر. گفتم فرهاد گفت چیه؟ گفتم من دارم میرم آمریکا. گفت دروغ میگی؟ گفتم به خدا. گفت من چی؟ گفتم نه با هم تلفنی صحبت میکنیم، من میرم و میام. انقدر من این با هم دیگه داداش بودیم. از روز آخر توی آخرین روز من توی نوشهر که بودم قلیون آخر کشیدم، این سوار ماشین منو کرد آورد دم خونه پسرم منو پیاده کرد. یه بغلش کردم. 11 سال گذشت باهاش صحبت نکردم، الان تو سردخونه خوابیده. چرا صحبت نکردیم؟ نه اون میتونست با من صحبت بکنه نه من با اون. قلبمون قبول نمیکرد. ما اومدیم آمریکا. این آقا میره با یه خانم تهرانی آشنا میشه به نام حاج خانم که خداوند رحم بکنه بهش که این چیزایی که من میشنوم اشتباه باشه، چون میدونی که من سر فرهاد خواهر مادر تک تک اینا رو من میگم. من نمیدونستم، من تازه امروز صبح فهمیدم. حالا من اینی که میکنم پیرهن عثمان، یعنی با کشور رو ترک کنن خارکسا. با یه خانم تهرانی رفیق میشه. آقایون گوش کنین تجربه بشه براتون، ببینین چه خاری از یارو گاییدن بدبخت مادر مرده رو. یارو از 100 پله من زرنگ‌تر. اصلا من که بابا اصلا هیچم جلوی یارو. هیچ. آقا با یه خانم تهرانی آشنا میشه و خانم تهرانی میگه آقا مثلا این اینجا 10 تا ساختمونه، بیا دست تو باشه و تو بشو مدیر اینجا و این میشه مدیر اونجا و اونجا رو اجاره میده و این بود مدیر اون مجموعه. یه شب میسین که یه مسافری میاد، یه دو سه تا خانم میان تو اون مجموعه 3-4 سال پیش. مخ این آقا رو میزنن و میشن دوست دختر و دوست پسر. عقد 99 ساله میکنن. قشنگ گوش بدین. آره ما خیلی خانواده پولداری هستیم و ما بچه شهرستانیم دیگه. آقا ما خیلی خانواده پولداری هستیم و نمیدونم پدر من آمریکا فوت کرده الان 6 ماه تو سردخونه است و آره فرهاد جان سریع باید بریم تهران و کارهای تو رو بکنیم تو بری آمریکا و بعد از اون ور نمیدونم 4000 دستگاه ماشین داره برای ما از فلان جا میاد تو باید. حالا اینی که میگم مثلا تو 1 سال رو این کار میکردن. حالا نمیدونم توی آب این بدبخت چی میریختن، شیشه میریختن. این آقا لب نه فقط قلیون نه سیگار. عرق اگه من یه بود میخوردم این مثلا یه استکان عرق میخورد. اصلا هیچ. آقا اهل هیچ. یه آدم 47 ساله‌ای که از لب دریا خودش کشید بالا. یعنی میدونی باید چه داستانایی رو بگذری که از لب دریای نوشهر بخوای برای خودت زندگی درست بکنی. بعد اومدن بعد خلاصه کسگیرش آوردن و تو خونه تهران. آره تو حق نداری با هیچ کی توش ایران با شمال صحبت بکنی و گرفتن اینو با همه قطع رابطه کردن. با این بدبختم بچه شهرستان بود دیگه. رفت تو تهران دید آقا خلاصه بزن و بگیر و نگو این کسکش زنه. الان در اومده پرونده سرقت مسلحانه داره از طلافروشی. اینا نگو یه تیم بودن اومدن دام پاشیدن برای این بدبخت. برگشتن بهش گفتن که آره تو هرچی مال که به اسمته اینا رو باید از زیر اسم خودت در بیاری که این 4000 میلیارد که از اونجا داره سهم پدر ما اون ماشینا داره میاد اینا به اسم تو باشه. حسابات هم باید همه رو بکنی به اسم ما، یعنی که ما بتونیم روش کار بکنیم که این پول میاد، چون این 4000 میلیارد داره میاد تو حساب تو. الان تو باید حسابت بدی به دست ما باشه. حالا زنش بود مثلا دیگه، زنی که هیچ کس ندیده بود، همه رو جدا کرد. یارو ویلا رو ول کرد، زندگی رو ول کرد، ماشین رو ساکو جمع کرد، رفتن تو اون خونه تیمی کلاهبرداری. همش الکی، همش دروغ، در دیوار دروغ.
خونه نوشهر یارو رو بدبخت گفتن نوشهر نباید بیای دیگه، گفتن تو با تو خونه بمونی چون 4000 میلیارد داره میاد، نمیدونم تو رو میبرن چرت و پرت کسشر رو تو آیس شیشه میشم ریختن تو غذای یارو. این همینی که بهت میگم و کسشر بهت نمیگم، این همین واقعیت دارم برات تعریف میکنم. هیچی خالص. خونه‌شو گرفتن، حالا گوش کن، خونه رو گرفتن فروختن، مغازه‌شو فروختن، ماشینشو فروختن، بعد گفتن که آره این حالا هیچ خبر نداره، هیچ خبری نداره. بهش میگن از تو خونه 25 روز تو نباید از خونه بیرون بیای. چرا؟ مامورا افتادن دنبال این یارو که داره پولشویی میکنه، چرت و پرت. تو از خونه بری بیرون تو رو میگیرن، تو با تو خونه بمونی. انقدر بابا کلفت بود تو آمریکا، سفارت آمریکا تو نمیخواد بری، سفارتی هم میان خونه. 2 تا کرواتی هم گرفتن آوردن، اینم بچه شهرستان بدبخت به من یه زنگ نزد که بگم آخه کس مشنگ، سفارت آمریکا میاد تو خونه، مگه تو ابراهیم رئیسی بودی به تو ویزا بدن؟ کس خود تو چرا به من یه دفعه فابریک زنگ نزدی که خودت کشتی آخه؟ روز آخرم که دیگه همه چیز تموم کردن ازش گرفتن، در اف خونه زنگ زده، دختره برداشته میگه پلیسان بذار من برم پایین درست بکنم. اومده پایین، رفته، این میگه 4 روز تو خونه بوده، دیده هیچ کی از خونه هیچ کی برنگشته، رفته تو لابی پایین به کارگره میگه آقا فلان این من الان 4 روز خونه خانومم کجاست؟ گفت آقا خانوم چیه؟ گفت اینا من پول دادم، من 1 سال حرف نزنم، اینا اینجا اجاره کرده بودن، اینا رفتن. آقا برمیگرده با یه دست لباس، برمیگرده بعد 1 سال نوشهر، میره کلید بندازه تو خونه خودش، یکی میاد بیرون میگه تو کی هستی؟ این میگه این تو کی هستی؟ این میگه این خونه منه برادر، این سند من خریدم. صبح میره دم مغازه‌اش، مغازه رو فروخته بودن، دادم به یکی دیگه رفت. برادرش یه برادری داره به نام رضا، اونم رفیق منه، جلوبندی سازی داره تو نوشهر. رضا این با هم قهر بودن سالها بود، من یادم اون موقع، حالا سر رفیق برادر بودن دیگه، باز بخنه کسیشه درگیر شدن. باز رضا میبینه که این 7 8 ماه پیداش نیست تو نوشهر، میره آگاهی نوشهر، میگه آقا این برادر من نیست. برادر پیدا میکنن، زنه سری میره برادر میگه خانواده تو دارن زندگی رو خراب میکنن، تو داری میری آمریکا که جنازه پدر منو بیاری با 4000 میلیارد پولو به خانواده‌ات بگو به زنگ نزن. اینم دوربین میاره بالا به مادره که آقا مادر من دیگه به من زنگ نزن، تو همچین بچه‌ای نداری و فلان، تموم میشه. بعدن هم که برمیگرده میاد نوشهر، 10 روز تو نوشهر دور میزنه با رضا برادرش هم که قهر بود، انقدرم غرور داشت، یه زنگ تو به من نزدی فرهاد چونکش، تو یه زنگ به من نزدی، من دست این همه رفیقای که نمیشناختم گرفتم، من که به تو بدهکار بودم که دهنت گاییدم. حساب کتاب هم من به تو میدادم، انقدری که من به تو بدهکار بودم میشد اندازه این زندگی که دست دادی، اینقدر من به تو بدهکار بودم. تو چرا خودت این کارو با خودت کردی آخه؟ بعد چی دیگه 10 روزم اومد تو نوشهر بود، یه رفیق ما داریم ابوالفضل قمی، بنازم به غیرت این بچه نگهبان بود، قدیمی قلیونی داره، بچه ندار. اونم فهمیده بود که پیش هیچ کی نمیتونه بره، میرفت شبا پیش ابوالفضل. فرهادی که میومد توی جمع خایه پس گردن همه توی قلیونیش میومد، انقدر این کاراکتر داشت مردم میرفتن فقط بشینن نگاه کنن، فقط این فقط صحبت بکنه، فقط کسیشر بگی. فقط این بلا نمیخوام بگم زن این بلا رو سرش آورد، یه مرد میتونه سر زن بیاره. آقایون رو هوا هوس نرین، خانواده خودتون رو ول نکنین، همه چی رو با خانواده خودتون در میون بذارین. کیرم تو عشق چه کسیه؟ عشق درست که نباید قایم بشه کسی. عشق درست، عشق باید ببین، عشق یعنی مثبت. خانواده تو عشقن، زن تو عشق، پسر تو، همه با هم در کنار هم. هر کی دیدی اگه زنت داره مادرت جدا میکنه یه خارکوسه بازیه، اگه مادرت داره از زنت جدا میکنه مادرت یه خارکوسه بازی داره. کور که نیستی، نگاه کنین دیگه. آخه یه زنگ به خانواده‌اش میزد، یه زنگ به برادرش میزد، یه زنگ به یکی میزد، قدر رابطه نمیکرد. آخرام که برگشت انقدر غرور داشت نتونست بره جلوی. حساب شخصی یارو رو گرفته بودن ازش، ببین چقدر خارکوسه بودن. حساب شخصیشو گرفته بودن، پول میریختن تو حساب شخصیش، خودشون ور می‌داشتن. گوش دادی شروع شد که اگه بعداً صحبت شد بگن آقا این خونه رو به ما فروخت دیگه، بیا این پولایی که ما زدیم تو حسابش. ببین چه خارکوسه بازیه تو این مملکت. همین خواستم به شما بگم دیگه. این پرونده برادر من تمام، الان تو سردخونه نوشهر خوابیده، فردا تو نوشهر تشریح‌ازش. فرهاد نویزاده، اصلا باورت میشه چی شد؟ کسی که ما زیر دستش بودیم داشتیم ازش درس یاد میگرفتیم. حالا میخوام اینو بهت بگم، زندگی همینقدر بالا پایین